جمهوری تاجیکستان دولتی حقوق بنیاد بوده رعایت تمامی سندهای معیاری حقوقی برای شهروندان حتمی میباشد و دولت کفالت زندگی شایسته مردم را تامین مینماید. در برابری به راه ماندن کارهای ضروری از جانب مقامات دخلدار خصوصا پروکراتوری شهری پنجکند جهت پیشگیری نمودن و پایمال گردیدن حقوق شهروندان باز شخصانی هستند که دیده و دانسته به جنایت‌های گوناگون دست میزنند. در اساس شکایت تلفنی ساکنان شهر پنجکند از جانب پروکراتور و دیگر مقامات‌های حفظ حقوق شهر گروه فوری تشکیل گردیده شکایت مذکور را مورد سنجش قرار دادند. در نتیجه 9 نفر شهروندان با اتهام مشغول بودن به فعالیت قماربازی دستگیر گردیدند. به اطلاع این نهاد آنها این گروه شهروندان را با ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و رسانیدن ضرر اقتصادی به مردم مورد بررسی و سنجش همه‌جانبه قرار دادند. پروکراتوری شهر پنجکند در اساس خبر تلفنی ساکنان شهر پنجکند سنه 21 август соли 2025 با جلب دیگر مقامات حفظ حقوق سنجش گذراند که در نتیجه سنجش گذرانده شده معین گردید که در نزد بازار مرکزی شهر پنجکند و دیگر خیابان‌های حدود شهر از جانب یک قطار شهروندان از جمله خرمی حبیب، صالح شیراولیا، صالح جانبک افضلویچ، محمد جانی بهرام جان، علیم جانی سلطان، حمیدов алишер давлатович، ویلایتوف سفرعلی مقدس شویویچ، مجیدوف بختیار افضلخانویچ و داوودجانی گریزی علمزاد با فعالیت غیرقانونی قماربازی که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است از دیگر شهرهای ناحیه‌های جمهوری به شهر پنجکند آمده در نزدیکی بازار مرکزی شهر با قماربازی مشغول بوده با این عملهای خود حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان پایمال نموده با آنها ضرری مادی رسانیدند. در نتیجه گذراندن سنجش پروکوروری حالت مذکور آشکار کرده شد و نسبت این افراد موادهای لازمه ترتیب داده شده برای بررسی به سود شهر پنجکند ارسال گردید. همین طور وابسته به حالت مذکور نسبت 9 نفر پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده به سود ارسال گردید. با قرار سود نسبت حقوق ویران کننده ها به اندازه 12 نشان دهنده برای حساب ها برابر با مبلغ 900 سومانی جریمه تعیین کرده شد. این نهاد از همه اون نفرانی که از این افراد ضرری مادی دیدند خواهش می نماید که به مقامات پروکراتوری شهری پنجکند مراجعت نمایند. گزارش مرتبه رحمانورد، شاحسین سالیف و خیام جورایف.